هموطنان عزیز سلام. کشتار و قتل‌عام‌های ظالمانه جاری در کابل هر روز ده‌ها خانواده را در سوگ عزیزانشان می‌شاند و بر علاوه بر لشکر اطفال یتیم و زنان بیوه در کشور ما هر روز می‌افزاید. این حالت باعث غم و اندوه فراوانی را بر همه ما شما در هر نقطه جهان که هستیم بار آورده. برای همه ما شما مگر ای که احساس انسانی و وطنی در وجود ما به کلی نابود شده باشد. دوستان عزیز، قربانیان اکثر این حادثات افراد هستند که صرف به خاطر کسب لقمه نان صبح از خانه بیرون میشن. این قتل‌های ظالمانه ده‌ها خانواده را از عزیزانشان، ده‌ها خانواده را به شمول اطفال معصوم از نزدیکترین عزیزانشان محروم کرده و بر علاوه نان آوران این خانواده ها را از پیشان گرفته که این در طویل المدت عواقب دردناک را برای جامعه ما به وجود خواهد آورد. در جامعه ما تصور کنین دوستان عزیز، یک فامیل 5-6 نفری که هیچ عائد بر امرار حیات خود نداشته باشد، به هر کاری، اگر زن باشه یا پسر باشه یا مرد باشه، مجبور به هر کاری دست بزنه. هموطنان عزیز، کشتار افراد بیگناه نه تنها با ارشادات دین مقدس اسلام که قتل یک انسان را قتل بشریت و نجات یک انسان را نجات بشریت می‌داند در تضاد هست. بر علاوه این قتل افراد ملکی با همه قوانین بین المللی و اعلامیه‌های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر و کنوانسیون‌های لاهه و ژنو در مورد حفاظت افراد ملکی و تأسیسات ملکی، تأسیسات عامل منفعه در هنگام جنگ با این همه در تضاد واقع هست. جنگ‌های ملی و بین المللی هر کدام از خود قوانین دارند که باید طرفین درگیر در جنگ او را باید جدا مراعات بکنند، ولی متاسفانه که در کشور ما گروه‌های جنگی کوچکترین اعتنای به این قوانین و ارشادات دین مقدس اسلام و همه نرم‌های بین المللی نموده و نه به انجینیر صرف میکنه و نه به دکتر و نه به معلم و نه به سرک و نه به پل و پلچک. دوستان گرامی، وقتی آدم این حالت زار کشور خود ببینه که هر روز انسان‌های بیگناه جانای شیرین خود از دست میدن، هر روز هست و بود کشور ما با آتش کشیده میشه، آدم پی میبره که چرا هنرمند با احساس کشور ما رامین جان فریاد میزنه که ای آسمان با من گریه کن. لطفاً آهنگ زیبا را بشنوید. تو ای ابری